مادران، همسران، خواهران و دختران عزیز افغانستان، با امریکا خوش آمدید. میخواهم با این جمله شروع کنم که چقدر حضور شما خوشحالم. میدانم که از جایی که آمده اید که امنیت، تحصیل، کار و حتی جانتان در خطر بوده است. مجبور بودید چیزهای زیادی را پشت سر بگذارید. خانه، عزیزان و سبک زندگی آشنایتان و حالا با کشوری رسیده‌اید که ممکن است کاملا ناآشنا و حتی طاقت فرسا به نظر برسد. میخواهم این را بدانید که شما تنها نیستید. زنهای افغان دیگری هستند که قبل از شما این مسیر را پیمودند و امریکایی هایی هستند که عمیقاً اهمیت میدهند و میخواهند در شروع این فصل جدید در کنار شما باشند. اما مهمتر از آن، خدایی وجود دارد. خدایی که شما را آفریده است که هر بخش از سفر شما را دیده است. از روزهای حضورتان در افغانستان تا ورودتان به اینجا او هرگز چشم از شما بر نداشته است. داوود پادشاه زمانی در مزامیر نوشت: از روح تو به کجا میتوانم بروم؟ از حضور تو به کجا میتوانم فرار کنم؟ اگر با آسمان ها برم تو آنجا هستی. اگر در جرفه ها بستر بگسترانم تو آنجا هستی. از هنوز هم صادق است. هیچ جایی نیست که بتوانید بروید و خود شما را در آنجا نیابد. هیچ چیزی نیست که او نبیند. من معتقدم که حضور شما در اینجا تصادفی نیست. من سپاسگزارم که خداوند شما را به این مکان آورده است و دعا میکنم که با شروع این فصلی جدید آرامش، امید و قدرت پیدا کنید. این ویدیوها فقط راهی کوچیکی برای گفتن این هستند که شما اینجا خوش آمدید. ما میخواهیم با شما کمک کنیم تا از چالش‌های پیش رو عبور کنید و امیدواریم احساس کنید که دیده میشوید، حمایت میشوید و در خانه هستید. با خانه خوش آمدید.